هم به مستد احمد همین وقتی که همین شاب اومد، یک جوان اومد، وقتی که این امام آورده گفت که یا رسول الله استثناء، من همه گفتگوهاتم میکنم الا گفت اذن لی فی الزنا، زنا با من رخصت ده، یعنی به زنا نمیتونم. ثاني گفت که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که الک ام؟ قال بلا. قال اتحب؟ گفت ها ان یزن مع امك؟ اتحب هذا الامر الزنا لامك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يحبون لا يريدون. تو مادر داری یعنی؟ گفت ها. میخوای که مادرت که مردم رفته زنا کنند؟ گفت نه. گفت چی خیلی؟ گفت خواهر داری، دختر داری، عمه داری، خاله داری، میخوای که اونها که مردم روند زنا کنند؟ نه. كذلك الناس يكرهون لا يحبون. گفتن ها تزنی مع بناتهم امهاتهم اخواتهم خالاتهم عماتهم. مردم نمیخوان که تو چیکار کنی، یعنی روی یعنی مادری وای هوکتی یا خواهر یا عمه یا خاله یا جان های وای هوکت چیکار کنی تو رفته زنا کنی. علم خیل دیدی که یعنی چی همین چیز برای تو خوب نه، فهم که برای مردم هم خوب نه. همین چیز برای مردم هم چی خوب نه. هم به معنای خلق داد، یعنی هم به حدیث سنن اومدگی، حدیث سنن ابی داوود اومدگی جن اومدگی که رسول صلی الله علیه و آله میگه که ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. یعنی میزان رو گفتیم که اهل سنت چی میکنن؟ یثبتون المیزان. روز قیامت اند چه ترازو های، ترازو به چی برکشته میشه عمل های انسان. از همه وزن‌تر چیز بالای ترازو چی میشه؟ یعنی حسن خلق. هم به انسان چی میکنه؟ یعنی حرکت کرده خلقش چی میکنه؟ یعنی حسن کردن باید که چی سعی و کوشش کند